Tässä on todella kaunis ja kirkas vettä. On tuolla paljon kalaa. Mä vähän zooman sen päälle. Tämä maisema on todella kaunis. Oi että. دوستای عزیز اینجا ساحل بسیار قشنگ است. کشور بلغارستان دیگه شهر وارنا خود از این منطقه این شهر ساحلی که است اسمش آلبنا است. اوج صخره بسیار قشنگ است. خیلی قشنگ باش که تصویر بیارو. این الان بهتر شد. میبینید چقدر قشنگ است. البته بالای زیکم میشه آدم پیاده روی بره. از 4 کیلومتر پایین تر اونجا راه داشت. Hello there my friend. This is Bulgaria and the city name is Varna. This beach is Albena. Very beautiful place. Black Sea, very beautiful nature. Wow. It's beautiful. Wow. Nonin Nut makan entonces le puole le mistä mä aloitin kävely tuolta. Varmasti jotain 4 kilsaa. Mä tulin tänne eteenpäin. Mä kävelin tuolta. Toi Iisu-rakennus, se on hotelli. En muista, oliko se 5 hotelli vai mitä onkin. Tämä paikka on todella rentoutettava ja todella kaunis. Tässä Bulgariassa on paras turistikausi kesä-heinäkuu. Nyt me ollaan tässä toukokuussa. Päivän lämpötila on 20-30 astetta. Välillä sataa vettä, mutta se meni nopeasti ohi. Verrattuna Suomessa se on lyhyt kestoinen. Tuolla on joku musta, en mä tiedä onko se käärme. Mä heitän joku kivi, et varmistan onko se käärme vai mikä se on. Onneksi ei oo käärme. دوستای عزیز سفر این دفعه ما کشور بلغارستان است دیگه. اینی
شهر است اسمش وارناست. وارنا دیگه خیلی راحت نوشته میشه وارنا که نوشته کنین دیگه. این ولایتش است وارنا. این منطقه که ما آمدیم آلبنا اسمش است. هتل ما که است در چی است بالسیک یا اینا بالچیک میگه مثلا. اونجا یک منطقه توریستی است با آلبنا 15 کیلومتر فاصله داره دیگه. صبح ما آمدیم گفتیم امروز کاملا در اینجا سپری کنیم. البته من دیروزم در آلبنا بودم، از بالسیک آمده بودم اینجا. دیروز از او موتورای گلف برقی کرا کرده بودم برای 100 کاملا نمی ساحل را گشتم دیگه. امکانات خیلی خوب است. آدم میتونه مثلا اسب کرا کنه. البته اسب خورده گران است. نیم ساعتش 30 یوروست. 2 تا اسب است. از او کلمه فارسیش یادم نیست چی است که از او اسبایی که مثلا قدیمی ها پادشاه ها مثلا داخلش می نشست، مثل از او فیلم های قدیمی که دیده باشین دیگه. اسبای خیلی قشنگ است. اونا نیم ساعتش 30 یوروست. باز 1 ساعتش خورده ارزانتر میشه. من دیروز از اون ماشین های گلف که همراش گلف بازی میکنن از اونا کرا کردم. سرعتش هم زیاد نیست به نظرم. شاید چطوری بگیم شاید 10 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره دیگه. اونا چارج میشه. اونا فول چارج میکنن. باز روز اونا رو کرا میدن. نیم ساعتش 15 یورو بود. 1 ساعتش 23 یورو دیگه. آدم میتونه 1 ساعت بگیره. البته من از جایی که کرا میگرفتم گفتم که کجا میتونم برم. گفت هر جایی که خواسته باشی میتونی بری. من گفتم دور بر ساحل میگردم. گفت میتونی هر جای بری دیگه. اونا سرعتش خیلی پایین است. من اول امی به اصطلاح کوچه اصلی ساحل رو گشتم دیگه. زود تمام شد. شاید 2 کیلومتر باشد. بعد رفتم در خیابان رفتم دیگه. مردم بسیار با احترام رانندگی میکنه. ماشین که میامد من شیشه داشت نگاه میکردم میگفتم یک خود کنار میکشیدم که اونا راحت بتونن از کنار عبور کنن. ولی بسیار با احترام، مثلا نه کس بوق میزد نه مثلا آدم احساس میکرد که مثلا کسی عصبانی بشه دیگه. برخورد و رفتار بسیار مناسب، بسیار مؤدبانه دیگه. امنیت اینجا بسیار عالی. البته ما یک چیز اینجا اضافه کنم. من زیاد مسافرت کردم. 4 سال پیش یونان رفته بودم، جزیره کرت. یونان هم جای خوبیه، خیلی قشنگ است. مردمش هم بسیار مهربان است. پارسال تابستان ما در آلانیا رفته بودم. آلانیا واقعا جای قشنگ است. جای دیدنی خیلی زیاد داره. تفاوتش مثلا تفاوت ترکا با مردم بلغارستان و یونان در است که مثلا ترکا یک خورده توریستا رو مثلا کوشش میکنه فریب بده دیگه. ولی جایش خیلی قشنگ است. جایش خیلی قشنگ است آلانیا. اینجا باز مردمش فریبکار نیست. وسایل آدم در امان است دیگه. یک جای میری خرید یک چیز اگه یادت رفته باشد، صاحب دکان متوجه شد فوری ازت میپرسه میگه وسایل مال توست. من بعدم اتفاق افتاده دیگه.
بعضی جایا که آدمای سن بزرگ اینا کسی انگلیسی بلد نیستن، باز تو یگان جایی که مثلا یک انگلیسی میخوای یک چیز پرسان کنی، یک اتوبوس، یک هتل یا مثلا دواخانه چیزا، داروخانه به اصطلاح ایران که میگن، باز اونا حتما خودشون نفر پیدا میکنه، میگه انگلیسی زبان پیدا میکنه که خود انگلیسی بلد باشد، باز میگه بیا ببین چی میخواین. اینجا بلغارستان مردم خیلی مهربان، خیلی اجتماعی، خیلی خوب داره. ما نسبت به ترکیه که خیلی بیشتر اینجا مردمش رو خوشم آمد، نسبت به یونان هم مردمش اینجا بهترتر است. بسیار اجتماعیه، بسیار کوشش میکنه امرای مسافری جهانگردا کمک کنه. دیگه جای قشنگ است واقعا. من این ویدیو رو گرفتم دیگه، میخوایم در کانال یوتیوب خود بانم. هدف اصلی مثلا نیست که جایی که مثلا میرم میگردم همراه بقیه دوستا مثلا شریک کنم، شاید بعضیا به دردش بخوره برای از که مثلا کجا باره برای مسافرت هزینهش چی رقم است، دیگه کجا جای خوب است. اینجا ما برای یک هفته آمدیم کشور بلغارستان، شهر وارنا. من اولش میخواستم برای 3-4 روز ماشین بگیرم یک کم دورتر برم اونجا. دریا بود، مثلا نوشته بود که مثلا میشه دلفین را مستقیم داب دید. دیگه یک مشکل است اینجا که مثلا در انگلیسی یک آدرس در جی پی اس بنویسی پیدا نمیکنه، باید امو آدرس تو پیدا کنی کلمه بلغاریش را تا او از طریق جی پی اس برات راحت تر پیدا شود. دیگه من اول در انگلیسی و آدرس ها نوشته میکردم، مثلا جی پی اس برام نمیداد. بعد گفتم من ماشین کرا بگیرم تکن الکی است، ملمود است وقتی آدرس رو پیدا نکنم. بعد دوباره متوجه شدم که باید امو آدرس باید در زبان بلغارستان نوشته کنی تا بتونی راحت آدرس رو پیدا کنی. دیگه یک هفته به نظر ما آدم اینجا که بیاید نیاز لچی نیست، ماشین موتر نیاز نمیشه، بدون ماشین آدم میتونه راحت یک هفته اینجا برایش خوش بگذرونه. کسایی که بودجهش خوب باشد اگر در شهر وارنا میه مثلا آلبنا بیج انتخاب کنه بهتر است. البته هزینهش زیادتر است، اوتلای 5 ستاره داره، خیلی خوشگل دیگه، دارای حوض آب بازی بسیار لوکس دیگه، با غذاهای تازه دریایی، ماهی، میگو دیگه این چیزا، صدف دریایی. کسایی که بودجهش کم است مثلا میخواد اقتصادی تر برایش تمام شود، مثلا بالسیگ رو انتخاب کنن. بالسیگ هتل ها ارزان است دیگه، غذا ارزان است نسبت به آلبنا. سوپرمارکت هاشم که یگان چیز نوشیدنی بگیری ارزان تر است. اقتصادی تر است. کسی که بودجه داشته باشد آلبنا رو ما پیشنهاد میدیم. الان دوباره جای تبدیل کردم، از سمت چپ ویدیو میگیرم دیگه. اون تا اون منطقه سفید که دیده میشه تا اونجا رو میرم، اینجا رو به تصویر میارم، بعد میرم دوباره طرف مرکز شهر به اصطلاح. خب دوستا دیگه ما اینمی سنگ سفید رو میبینین، میخوایم تا آخر برم ببینم
دیگه اینی پیاده رویش است. آه من خودم شخصا عاشق طبیعت هستم. دیگه دریا، طبیعت، دیگه کوهنوردی چیزا رو خیلی دوست دارم. دیگه اینجا همون جایی است که مثلا ما میخوایم. آب بسیار شفاف، نگاه کن، هر چیز که داخل آب باشد معلوم میشه. بسیار آب شفاف. دیگه آب شور است، برای جلدم خیلی مفید است. اینجا کدام بیای برای آب بازی. آه. اینجا که به تصویر کشان آوردم، مرا به یاد شهر زایده میگه. اینجا مربوط ولسوالی جاغوری میشن. مرا باید اونجا میندازم. نگاه کن. البته تصویر شاید کیفیتش زیاد خوب نباشد، چون من با موبایل خود فیلم برداری میکنم. دیگه تجربه هم ندارم در فیلم برداری، ولی کوشش میکنم این تجربه خود را با دوستا شریک کنم. کسایی که مایل به مسافرت باشد، دیگه اگر خواستن میتونن آزادانه هر چیز ما بپرسه. ما چیزایی که مثلا خودم بدانم به سوالات دوستا پاسخ میدیم. مثلا اونجا رو میبینین، ما از اونجا پیاده روی شروع کردیم. این رقم آمدم اینجا، لن اونجا است. ببینین مسیرش زیاد است، این دوربین درست معلوم نمیشه. دقیق از اون منطقه ما شروع کردم. ساختمان رو که میبینین، باشه کم تصویر خورد کنم که دریا و کوه هر دوش بیه. دریا و فضای سبز و کوهنوردی، اینا که است چیزای مورد علاقه من است. ما در مسافرت وقتی جای مرم اونا رو بررسی میکنم که باید داشته باشد. دیگه بعضی ها مثلا از اهل تاریخ و موزیم و چیزاست، باز ما او چیزا اصلا خوش ندارم. موزیم چیزا دیگه سلیقه ها متفاوت است. بعضی طبیعت رو خوش داره، بعضی مثلا چیزای تاریخی رو خوش داره. این کو است. اونجا بنظرم چطوری بگم حفاظت شده، به خاطر که سنگ چیزی نریزه پایین. اینجا ببینین کم زوم کنم. نه اینا کس طور گرفته شده اونجی. به نظرم به خاطر که کدام چیزی سنگ ریزش نکنه، تا اونجا طور گرفته شده.
آدم تا یک منطقه مسافرت نکنه تا مردم از منطقه رو نبینه دیگه تصویر درست نمیتونه داشته باشه از مردم. در فنلاند مردم بلغارستان میگفت مثلا ما اطلاع نداشتیم مثلا چه رقم مردم است نیست. الان که اینجا مسافرت کردم بسیار مردم اجتماعی، بسیار مردم مؤدب، بسیار مردم مهربان، مردم خیلی خوب دارن. البته امیدوار هستم که در آینده با توریستا مثلا با جهانگردا بد نشن، همین رابطهشان دوامدار باشه، رابطه خوبشان. من میخوایم برای یک دقیقه روی سنگ برم از بالا تصویر بگیرم. برای یک چند ثانیه قطع میکنم. الان بالای از سنگ شما نشان دادم، اونجا رفتم که از بالا تصویر بگیرم تا بهترتر بتونم اینجا رو به تصویر بکشم. اینجا قدر زیباست که واقعا آدم میخواد کل روز اینجا وقت بگذرانه دیگه. این منظره واقعا مسکن روح آدم است. باشه کم تصویر کم خورد کنم که قشنگتر بیایه، هم ایکو بیایه در تصویر، هم آب دریا. اونجا یک زوم کنم، یک کشتی است، یک کم مشکل است، خیلی دور است. اگه بیشتر زوم کنم کیفیت تصویر خیلی خراب میشه دیگه. از خیرش میگذرم و تصویر نمیرم. نگاه صخره خیلی قشنگ، آسمان آبی است دیگه. هم رنگ آب ببین چقدر قشنگ است واقعا دیگه. امروز هم آفتابی است، جای دوستا خالی. اونجا دقیق نمیدونم چی است، شاید جای باشد برای ماهیگیری داخلی آب، نمیدونم. این شهر ساحلی آلبناست، مربوط استان یا ولایت وارنا میشه. وارنا سومین شهر بزرگ بلغارستان است دیگه. اونجا یک درخت میوه است، اینا نمیدونم چی میوه داره، تقریبا شبیه زردالو است. من دیدم مردم بلغارستان هم میخورن، فعلا که خام است. باز ما پیاده شدم مرم در تصویرم میکشم. من خودم واقعا اگر صادقانه بگم تشخیص داده نتونستم که زردالو است یا چیز دیگه است. بلندی از یک
به نظر از ما شاید 400 متر باشد از سطح زمین. واقعا قشنگ است. برای چند ثانیه ما تصویر قطع کردم به خاطر از روی سنگ پیاده شدم. یعنی اینجا رفته بودم تصویر میگرفتم، بالای بال شده بودم، بالای سنگ یا به اصطلاح موانع است. اینجا موانع مانده شده که مثلا کسی با ماشین نه یا هر چی بوده نمیفهمم. مانع بوتونی است. اینجا من خودم کوشش میکنم هر سال حداقل یک بار مسافرت برم دیگه. حالا بیشتر موقع چون با حقوق کارگری فنلند واقعا اقتصاد آدم مثلا خوب نیست. من بیشتر موقع مسافرت میرم کوشش میکنم جای مناسب باشد، از نگاه تیکت، هتل، دیگه غذا اینا. بعد حتما باید جای مناسب باشد، طبیعت خوب داشته باشد، دیگه ساحل خوب باشد برای بازی دیگه. اینا رو کاملا مد نظر میگیرم، بعد تیکت میگیرم. دوستا ما اینجا زیاد به تصویر کشاندم به خاطر اگر کدام کسی این ویدیو رو سعی کنه برایش خسته کن میشه. ما دیگه تا اونجا مسافرت خود ادامه میدیم، پیاده روی. اینجا رو به تصویر میکشم. اینجا رو نگاه کنید. میخوایم بالای سنگا برم، باز دوباره از دار بر تصویر بگیرم. اونجا بالای کو نمیدونم یک سازه هست چی باشد، هتل باشد، احتمال زیاد داره مثلا هتل یا چیز دیگه باشد. متاسفانه من امروز وقت نمیتونم که روی زی تپه پیاده روی میکردم. هم میرفتم اون جایی رو میدیدم که چی هست. شاید یک کافی شاپ باشد، رستوران باشد. ببینن اونجا چقدر منظره قشنگ داره، دو طرف شاپ. اگه میخواستم روی زی کور پیاده روی میکردم باید یعنی مسیر پیاده می آمدم. به احتمال زیاد از اونجا که شروع میشه. از اونجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه. به احتمال زیاد
3 کیلومتر اینا باشد. حدس میزنم. باش این شفافیت رو به تصویر بکشم. نمیدونم دیگه از کلمات درست استفاده میکنم یا نمیکنم، ولی خب دفعه اول است ویدیو دراز میگیرم، حرفم نیست. آه 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 دوستا، امروز صبحانه میخوریم در هتل. امو هم هتلی فنلندیم صحبت کرد، گفت ما دلفین دیدیم دیگه. ما گفتم خوشا به حالتان، یک کم با ناراحتی گفت ما دلفین دیدیم. باز ما گفتم خوشا به حالتان، دلفین دیدیم مثلا چی. بعد فهمیدم که گفت مرده بودن. حالا میبینین اون حتما اینا دیده بودن. حالا ما زیاد شناخت ندارم چی هست. ببینین باش ما قشنگ تصویر بگیرم. متاسفانه مرده. حالا مزیت باید اینجا نباشم، به خاطر یکم بوی بد میده. مرده به نظرم فکر کنم امیر میگفتن